استادهای محترم، من پیام از غنچه ها می آورم. خیر مقدم نور دیده تاج سر، خوش پذیرایی کنی از بحر و بر. السلام علیکم پدران، مادران و همسالان عزیز و مهربان. سلام به همه شما رفیقان و دوگانه های عزیز و محترم. امروز یکم یون روز عید ما و شما، یعنی عید ما بچه های خوشبختی تاجیکستان و عید بچه های کل دنیاست. همینطور نه مهرانه؟ بله، جهانی کودکی ام زیبا و دلبر، از آن فردای ما باشد منور. پیشنهاد تجلیل روز کودکان هنوز سال 1925 در کنفرانس بین المللی بخشیده به بهبودی روز کودکان در ژنو به میان آمد. روز یکم ایون سال 1950 اولین بار روز بین الخلقی حمایت کودکان تجلیل کرده شد. اینک 64 سال می شود که در جهان جشن می گیرند. روز بین الخلقی حمایت کودکان دارای پرچم خود بوده در زمین سبز از 5 رنگ عبارت است. رنگ های سرخ، زرد، کبود، سفید و سیاه انعکاس یافته افاده‌گری رنگارنگی و تحمل پذیری می باشد. رمز زمین باشد، در بین جای داده شده افاده‌گری خانه یگانه و مومی است. ای کودکان خلق آزاد، شما را بخت و شادی هم نفس باد. از این لحاظ شما همسالان عزیز و دوستداران محترم و کلی خواهران و دادران گرامی را به عید بچه ها صدقاً مبارک باد میگوییم. در این روز عید به خاطر بالیدگردان این خاطری شما و با امید مبارک باد گفتن هر یک شما، نخستین شو-کنسرت در اجرای جوانترین هنرمند شهری اصفهان چونیبک مumینov خواننده این صنف دوم لیسه رقمی 1 بوده 8 ساله است. تا امروز بیشتر از 20 سرودهای کودکانه را سراییده است. بزرگترین دستاورد او در جاده صنعت این با سرود خود در حضور سرور دولت محترم امام علی رحمان در سال 2013 برآمد کردن او می باشد. اینک با صمیمیت و قرصک‌های شما عزیزان برای صحنه محفل آرای شادی و خرسندی ما چونیبک مumینov را با سرود مشهورترینش آلوچه گولی بادم به صحنه دعوت میکنیم. مرحبا، پیشواز کنید. Олуча гули бодом, من پیزر چای دادم، دادم 6 تا چای خورا، من چای رزکی
همسالان و دوسترایکان و بچه های عزیز، شما را می خواهم به روز بین الخلقی محافظت بچه ها مبارکباد گفته همه شمایان را به نخست کنسرتم خوش آمدید می گویم. برای تذکری به همتان مهمانان عزیز سری تعظیم فرود می آورم. همیشه من در خدمت شمایانی عزیز هستم.
به طوری بام ما کبوتری من بالو پرت کشا بیا کبوتری من نشین به طوری بام ما کبوتری من بیا کسیل میکنم بالو پرت را بیا بیا که میبرم تو را به هر جا بیا کسیل میکنم بالو پرت را بیا بیا که میبرم تو را به هر جا صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و گشایی اشارت دست دعایی مادر بشنید گر صدایش دنیایی سخت گوشان انگیزه است شاید از اللهی مادر تو مانند زمین یکتایی مادر تو مانند زمین تنهایی مادر جنت کلیزای مادران است در زیر قدوم مادران است مادر ای آفرنده انسان ای قوتی دل و جان ای امید و آرزوی فرزندان مثل خدا تنها برایمان مادر در چشمان تو آینده خدا را درخشان میبینم تو معجزه خداوندی که حیات را پاینده گردانی چراغ خاندانی آه مادر جان تو سرچشمه حیاتی تمام اسیر وجود من از توست زیرا ما را به دنیا آوردی و با شیر سفیدت به وای رسانیدی شب را شب و روز را روز نگفته در سری گهواره من الله‌های جان بخش دلنوا سرودی اینک سرود نوبتی با احترام مادران عزیز ما که ما را دوست می‌دارند در اجرای جانبک مumینov مرحمت پذیرایی کنید.
سری دایر دستم دایر ام به دستم بی سری دایر دستم دایر ام به دستم خوردکتم ولیکن عاشقی سنت هستم خوردکتم ولیکن عاشقی سنت هستم بگاهی گسیر کارم کنی وقت سرخارم برای گفتنی وقت وای وای افسوس که وقت ندارم باشد صاحبی و یکی باشد وقت خودش چی باشد
صاحبی رایکی باشد میجویم از پگاهی میابم تا بگاهی میارمش یک تانه برای اهل خانه پس قصه گویم نامم شینم بغلی یاکم بازی کنم با اکام وای وای چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه رنگی سرخی چراغک گوید که نشو راهی رنگی سرخی چراغک گوید که نشو راهی رنگی زردش از خطر دهد به ما آگاهی رنگی زردش از خطر دهد به ما آگاهی رنگی سبزی چراغک میکشاید دما را رنگی سبزی چراغک میکشاید دما را تا نشود فروزان نگذر از گذرگاه تا نشود فروزان نگذر از گذرگاه چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه شهری ما شهری کلان ماشین هایش بشمار وقتی گذشتن از راه قاعده را نگه دار وقتی گذشتن از راه قاعده را نگه دار چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه چراغکی رهنما دارد در یک گذرگاه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه هر سه رنگی به نورش به ما نشان دهد راه به ما نشان دهد راه اینک به خاطر تبریک گفتن جشن عید بچه ها و مبارکباد گفتن کنسرت جانیبک مومینوف به صحنه سرمتخصص کاتب کمیس حفظ حقوق کودکان مقامات اجراییه محترم موسی خوجه تاشخوجه افتاده می شود. ناظرین گرامی، کودکان، پدر و مادران، برادران، خواهران ارجمند، پیش از همه شخصا از نام خودم از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان و مخصوصا از نام کمیسیه آید به حقوق کودک شهر اصفهان هر یکی شمایان را با روز بین المللی حفظ کودکان که در یک روزهای بسیار هم آفتابی جشن گرفته شده ایستاده است صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. باعث خرسندی است که در این ایام در این روزهای فرح بخش کنسرت بسیار هم خوش و گوارای یکی از حافظان از همه جوانترین امروزی شهر اصفهان جانیبک مومینوف برگزار گردیده ایستاده است
و من با باوری کامل گفتنی هستم که جانبک بسیار هم یک صنعت والا، یک آواز بسیار هم غلغله‌دار دارد و امید است که من بعد در عرصه صنعت تاجیک، در عرصه صنعت شهر اصفهان و جمهوریمان از بین نورسان، جوانان و کودکان باز هم استعدادهای نو به میان می آیند. خیلی که شاعر می گوید دل چون مطیع گشت چراغ نظر شود، دل چون مطیع گشت چراغ نظر شود، فرزند نیک جای نشین پدر شود. نخلی که بار نداد شود باغبان کباب، خون می خورد پدر چو پسر بی هنر شود. امروز جانبک بسیار هم جوان ما قدم های نخستین خودش را به عرصه صنعت گذاشته است و این هم با شرافت پدر بزرگوار او است که امروز در بین مردم اصفهان همه با خوبی میشناسند و عبدالجلال مومینوف یکی از نوارگیرندگان بهترین در شهر اصفهان است و گفتم ممکن است که این کس صنعت والای پدر خودشان را دوام داده ایستادند و از فرصت مناسب استفاده برده به جانبک در قله‌های بلند صنعت برای به قله‌های بلند صنعت رسیدن تمام موفقیت ها، تمام پیشروی ها را آرزو نموده از نام کمیسیون عاید به حقوق کودک نزد مقامات اجرایی حکومت دولت شهر اصفهان یک تحفه خاطروی خود را تقدیم می‌نماییم. بار دیگر هر یکی شمایان را به این تالار به بزم جانبک خوش آمدید، نور دیده، تاج سر میگویم. تشکر. خواهی که دانا شوی، دانا توانا شوی، در ملک علم و دانش کارت کند کشایش. خواهی که در نمانی کاری کن توانی، با تبدیل و مکمل مسئله ها کنی حل. خواهی که آرزویت بیارد آبرویت، میگوید با خطاب همدمی کن با کتاب. جانبک ممینوف 3 آگوست سال 2005 در شهر اصفهان تولد شده است. پدرش عبدالجلال مumینوف راهبر ویدیو استودیو جلال است. مادرش فیروزه خان کارمند همین ویدیو استودیو است. جانبک در عائله فرزند خوردی بوده. برادر و خواهری کلانی دارد. او در باغچه رقم 21 تربیت خوب گرفته است. جانبک از سن 7 سالگیش از سال 2012 به لیسه رقم 1 قبول شده است. آموزگاران پرتجربه محمود و امیه خان، قادر و صحابه خان محترم عزیزا به او تعلیم خوب دادند که او این زمان خواننده صنف 2 بوده، در خوانش و رفتار نمونوی است. جانبک مumینوف از جمله خوانندگان فعال لیسه رقم 1 بوده. مکتب را، آموزگاران را دوست می دارد و آنها را همیشه احترام می کند. اینک سرود نوبتی به احترام مکتب. مرحمت پیش باز گیرید. تو
مان معلم مهندرین تربیه علمی عزیز فادیه گل کن همیشه چون باغ و بستان بشکوف همیشه ای بختی مایان بر وعده خویش ما استواریم بندی تو را ما بجا می‌آریم بندی تو را ما بجا می‌آریم یکی کاسموناوت شده لاچکو دکتر شویم دیگر انژینر شده عالم و دانا شویم می‌بیاید به مکتب معلم‌ها با امید می‌دهند به ما ادب دستی سیاه بر سفید برای مایان مهربان مادر دادی دبستان کتاب و دفتر برای مایان مهربان مادر دادی دبستان کتاب و دفتر دادی دبستان کتاب و دفتر کتاب و دفتر من الف با میخوانم بورا بورا میخوانم الف آی سوردار صورتش جدا بسیار قطقطی راهی کلام بچه ها شاد و خندان سوی مکتب میروند مرغ بی ها میدوند از این کتاب بخوانا از رسم های زیبا حرفی بسیار آموختیم ما گپ و کار آموختیم چیستان و ترانه ها گلچنی افسانه ها هرچی که خواستیم ما یافتیم از الفبا یک حرفی تنها بود یک حرفی به معنا بود روز
به خاطر تبریک گفتن کنسرت امروزه. شبکه از همه دوست داشته‌ترین مردم اسفره باستانی، شبکه 104 FM و محرر آن فرهاد جان محمدوف را دعوت میکنیم. تشکر زیاد. سراول درود میگویم، سلام میگویم به اهل نشست، به جمع آمدگان شو-کنسرتی چونیبک مumینov. یک خواهش میکنم برای چونیبک، یک خرسک. احسن، آفرین. دادرکان و خواهرکان شیرین، بسیار خوش است در این لحظه زیبا، در این روز نیک زندگی که عید است، روزی شادی است، روزی خرسندی است، یکایک شما را با این عید کودکان از نام مؤسسه دولتی تلویزیون و رادیوی اسفره مبارکباد گفته به یکایک شما پیش از همه لبانی پر از خنده، آرزوهای کودکانه و چه آرزویی که در دل دارید حالا در دل کودک کوچک خود میپرورید جامعه عمل پوشد و هیچگاه در زندگی نمیگوییم روزی غم را ببینید. همیشه در لبانتان خنده باشد، شادی باشد، رقص باشد و سرود باشد. دوستان بار دیگر عید مبارک باشد و امروز روزی نیک است، روزی خوشی زندگی است. در این روز نیک البته یکی از سراینده های جوانترین اسفره باستان چونیبک مumینov در خدمت ما و شما هستند و خواهرچه عزیز ما نیست شکر و سمیه خان در این روز نیک جشن زادروز دارند. مرحبا میگویم خواهرچه خردسال را روی صحنه میخونم که امروز روز نیکی زندگی دارند. مرحبا. بهرشون یک خرسه. خوشبخت‌ترین کودک است که در این روز جشن زادروز دارد. البته خواهرچه عزیز را از نام یکایک شما، از نام چونیبک و از نام پدر و مادران مبارکباد گفته بهرشان میگوییم لبانت دایما پرخنده باشد، غم دنیا زی تو دلکنده باشد، همه ماه و همه سال و همه روز برایت انا همین جهان زیبا ارزنده باشد. برای یکایک شما و برای سمیه خان این جهان زیبا ارزنده باشد. دوستان زادروزی این نفر را زیر قرصک مبارکباد میگویم. قرصک های شما برای سمیه خان از نام مؤسسه دولتی تلویزیون و رادیو اسفره همچون یک تحفه زادروزی هدیه میکنیم. مرحبا. میدانید بهر سمیه خان و بهر کلی صاحب جشنایی که در این روز نیک زادروز دارد چونیبک نیست ارمغانی زیبا دارد. سرودی تولدت مبارک بهر شما و بهر صاحب جشنای عزیز. روی صحنه چونیبک مumینov. کفکوبی های شما و پذیرایی شما. چونیبک را پذیرایی میکنیم، شادی میکنیم، خرسندی میکنیم. مرحبا دوستان. تولدت مبارک خواهرکی عزیز.
تشکر بگوییم و یک قرصه شما را بار دیگر خواهش میکنم. واقعا من از این لحظه خیلی شادیبار از دیدن رخسارهای شادی شما که اساس زحمت و مهنت هر یک پدر و مادر این دیدن خرسندی بچه هست، کودکان عزیزش هست. بار دیگر این عید سعید و این عید مبارکترین را به هر یک شما مبارکباد میگویم. امروز چونیبک مومینوف و اهل ایجاد کوشش کردند که برای شما اینقدر احترام و صمیمیت را با سرود و ترانه تنها به خاطر خرسندی شما بخشیده باشند. و امروز سرفراز از آن هستیم که یکی از تشکیلات‌های با نفوذترین شهر اصفهان، تشکیلات امانتی قرضی خوردی اروند، سرپرستی تنتنه امروزی ما هستم که من واقعا از حضور شما از نام اهل ایجاد، از نام اهل فرهنگ به این تشکیلات امانتی واقعا سپاسگزار هستیم، تشکر میگوییم، منتدار هستیم که این شادی و خرسندی کودکان و سرود و ترانه های چونیبک مومینوف را امروز با هم دیدند. بیایید برای اروند یک قرصک میزنیم و تمنا میکنیم که اروند همیشه پیشسر باشد، همیشه به نیت‌ها و آرزوهای خیش رسیده باشد که چند پیش اگر 10 سالگی خیش را قید کرده باشند، بگذار که 100 سالگی خیش را قید کنند و مشتریانش از حساب شما بر این کودکان عزیز واقعا بیشتر باشند. امروز با برابر آنی که این تشکیلات امانتی قرضی خوردی اروند در شهر اصفهان برنامه امروز را سرپرستی میکنند، باز یک دو تحفه خیلی زیبا برای اهل مکتب پرورشگاه شهرک شوراب و مکتب پرورشگاه قوه باسره شانسوز آماده کردند و من از معلمان همین دبستان بسیار خواهش میکنم که مرحمت تحفه خود را گرفته باشند. مرحمت. مبارک شد. حاضرین محترم، مهمانان عزیز و گرامی، تا آنی که چونیبک مومینوف در حضور شما سرود خواند و سرود و ترانه های خیلی دلانگیز را برای شما پیشکش کند، خیلی برادرها، خیلی اهل هنر زحمت کشیدند و من از حضور هر یک شما استفاده برده میخواهم با رامشگران خیلی ممتاز شهر اصفهان خورشید جان رازیقوف برای دستگیری، برای احترامش، برای آنها که قدم های مبارکترین چونیبک را با هم دیده است، با قرصک شما منتداری گوییم. من منتدار هستم و اهل خاندان چونیبک مومینوف خیلی سپاسگزار از یکی از رامشگران، ایجادکاران، آهنگسازان واقعا ممتاز شهر اصفهان قوی خان همدموف سپاسگزار هستیم. سلامت باشید. همیشه بهترین ایجاد را برای چونیبک و برای دیگر هنرمندان پیشکش کرده باشید. ما تشکر بگوییم و منتدار هستیم از یکی از رامشگران و آهنگسازان استادان هنر فرخ جان ممدوف را سپاسگزار هستیم که در ایجاد آهنگ و عبدالجلال مومینوف برای چونیبک مومینوف خیلی زحمت کشیدند. و یکی از رامشگران و ایجادکاران و گوییم که آهنگسازان شهر اصفهان شیرعلی شاکروف سپاسگزار هستیم. همیشه دستتان درد را نبینم. ما واقعا سپاسگزار هستیم از نام هر یک شما به یکی از هنرمندان شناخته شهر اصفهان راهبر دسته هنری دلشاد جان ممدوف. ما اون کس را به صحنه دعوت میکنیم. دلشاد جان ممدوف یکی از استادان واقعا عزیز و گرامی چونیبک مومینوف هستند که برای آنی که در این صحنه ها او سرود خواند خیلی زحمت کشیدند. برابر دسته هنری رخشان عبدالرحمن شمسیوف تبریک مبارکباد و شادی و منتدار هستیم و عبدالرحمن شمسیوف را با خرسه که شما به صحنه دعوت میکنیم. بزرگتر از همه از نام هر یک شما، از نام خاندان مومینوف ها و هنرپیشه شایسته تاجیکستان، استاد هنر، استادی که
هر موفقیت شهر اصفهان موفقیت او است و همیشه دلپور از آن است که با شما بر این هنرمندا او همیشه موفق است، زیرا تمنا و آرزوی این هنرمند صنعت عالی اهل اصفهان مرز است. هنرپیشه شایسته تاجیکستان استاد حاجی اسرائیل خان فضیدینوف را دعوت میکنیم. با خرسکی شما واقعا اسرائیل خان فضیدینوف در جاده هنر امروز در تاجیکستان و بیرون از آن شهرت اصفهان صنعت اصفهان را بالا میبردارند و امروز سربلند هستند که یک نفر صنعتکار خردک که اصفهان امروز توانسته است که اینقدر یاران و دوستان را گردی هم جمع نماید و گمان میکنم که استاد یک دعای نیک به شاگردی عزیز و ارجمندشان میگویند. برابر برای صبور خان یک قرص از این سلام علیکم. السلام علیکم هموطنان عزیز، فرزندای گرامی، والدینای عزیزی که فرزند را نیبره های خود را احترام کرده اینجا آوردید. ما اولا از نام کل استادان، از نام جانبک جان، هر یکی فردای نشستن که کودکای عزیزی ما را برای عیدشان تبریک میکنم. بگذار انسانهای بزرگ شوند، بیتون پدر مادرها همون برای قرسنگ میزنیم برای کودکای خودم، نیبره ها، فرزندای خودم. یک چیز این نشانه آن است که پدر مادری جانبی که ما اساساً همه چیز از عائله سر می شود، می خواست است که فرزند عزیزش هنرمند شود. اولا من پدر مادری عزیزش تبریک می کنم که ما باید چنان رفتار کنیم، فرزند رو چنان تربیت کنیم. بدون پدر مادرها شما قرصک زنیم، قرصک شما جانبی باری نخست مخصوص کنسرت خودش رو تشکیل کرد، همراهی من استادان دلشاد جان، عبدالرحمن و دیگر استادان عزیزش. من یک چیز میگم، این دیگر کنسرت ها با همراهی ما بود، همراهی ما چندین کنسرت ها، حتی در کنسرتی که با اشتراک خود جناب عالی بود اشتراک کرد. من بسیار صحنه‌ای بسیار شکری اول وطن میکنیم که آزادانه حاضر ما نفس گرفت ایستادیم توسط آزادی وطن، استقلال وطن. ما بسیار دیگر وطن‌های صحنه بزرگش دیده آمدیم، لکن به قریبی در افغانستان بودم. فرزندای عزیز، مادر پدران، این خیلی آزادی که در تاجیکستان است در اونجا نبود. برای همین شکر کردن مادرکار، وطن به شکر کردن مادرکار. آینده من این کنسرتایی که من جانبی که جان خوانده ایستاده است، هم گریتون به فرزندکان نبیرای خود مانده نشان دیدتان تا که تربیت یابند. میلش می خیلی دعا میکنیم که جانبی و در صحنه در صنعت خداوند راهی سفید عطا کرده باشد، مهنت کند و قله های بلند صنعت لایق شود، آبروی اعتبار اصفهان وطن عزیز تاجیکستان عزیز را در اثر بین المللی معرفی کرده تواند. آمین و رب العالمین. الله اکبر. من یک سخنی دلشاد جان و عبدالرحمن دعا میکنم. تشکر. من از نام تمام اهل فرهنگ هموطن ایدی بچه ها که تبریک. من جانب یکی از این شاگرد خودم بگذار ستاره بهترین دنیا شود و برای خلق و وطنش خدمت کند. همتون خوشامتون سربلند باشید. برام تشکر استاد. من از خانه استادان همراه میشم. البته برای جانبک یک آرزو دارم که این علاقه قله‌های بلندی تاجیکستان من اشتراک کرد. آرزو میکنم که بیراز از تاجیکستان هم باز اشتراک کند. آرزو ما همین برای صنعتکار اولین آرزو همین میشه. زنده باشید. سلامت باشید. شما میتونید. تشکر همتون. بخاطری تو
محترم، من این لحظه میخواهم با کمال احترام به خاطر تبریک گفتن هم صنفی عزیز و گرامی جانبک مومینوف که در حضور شما برآمد میکنند سخن را به هم صنفانشان از لیسه رقم 1 دهیم. برآمد 2 نفر. شاعر میگوید به معرفت آدمی چی کار آید؟ هیچ. مقصود آدمی همین معرفت است. صنعت که یکی از جزئیات معرفت است در هنری هنرمندی 8 سالش تجلی خود را یافت. خدا کند که این نور روز از روز روشن‌تر، حرارتش گرم‌تر، قدرتش سازنده‌تر گردد و صاحبش فرزندی ارزنده وطن، پدر و مادری خویش گردد. همصنفی عزیز جانبک، شما را به مناسبت برگزاری این نخست کنسرتتان که خیلی با شکوه، خاطرمان و فراموش ناشدنی بود، از نام همصنفانتان خوانندگان لیسه رقم 1 و کل استادان این درگاه معرفت تبریک میگویم. سو صداقت زمان، سو امید مادران، سو نواهی دوستی، سو حیات جاویدان، سو به ما صفا دهد، دولت بی‌بها دهد. وحدت ما نشانی سو، جهانی ما جهانی سو. ای زهر ملت که بود ملت قهرمانی سو. بخت و نشاط ما ببین، تازه حیات ما ببین، در ره صلح استوار از مسوات ما ببین. شادی و خرسندی کودکان و خنده های بیغش آنها نشان از آرامی وطن و صلح بردوام. بگذار در تاجیکستان به بخت ما فرزندان صلح باشد، خنده باشد و البته سرودهای جانبک باشد. صلح باشد دائما، لب‌های ما در خنده است، پرچمی سرخ
از فرصت از این لحظه از این شادی استفاده برده میخواهم در حضور هر یک شما نامه مبارکبادی مادر کلان یا اوچه عزیز و گرامی جانبک را برای شما پیشکش کرده باشیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. السلام علیکم همدیاران عزیز، شرکت کنندگان اهل تالار، خیر مقدم میگوییم همه شمایان را که وقتی خود را دریغ نداشته به تماشای نونهال غنچه سند نبیره من یعنی حاجی اصالت بانو چونیبک مومینوف قدم رنج نمودید. باری دیگر خوش آمدید، نوری دیده تاج سر. و به این نبیره خردگک عزیزم که امروز نخستین کنسرت را با دستگیری استادان صنعت و استادان عزیزش و پدر عزیز و مهربانش عبدالجلال مومینوف برپا شده ایستاده است، از صمیمیت دل تبریک و تهنیت گفته عمری دراز، تنی صحت، خاطری جمع، وقتی بلند و آبروی اعتبار و خوشی های زندگی را در جاده صنعت برایش تمنا میکنیم. با یک جهان آرزو و امید آچه چونیبک همیشه چای ریزکی دادا بمانید. و یک تحفه خاطروی آچه مهربان به چونیبک با خرسک شما. حضورین محترم، از حضور هر یک شما استفاده بردم. من میخواهم و همه آن شخصانی که کنسرت امروزه را دستگیری کردند، به خصوص تشکیلات امانتی، قرضی، خوردی، اروند، استودی جلال، استودی شادروز و همه آن شخصانی که واقعا به خاطر همین خرسندی شما زحمت کشیدن سپاس گوییم. و میخواهم از نام هر یک شما و از نام بخش فرهنگ مقامات اجراییه و چند نفر خورترگان بزم امروزه افتخارنامه بخش فرهنگ مقامات اجرایی را برای در سطح بلند اجرا کردن برنامه‌های رقصی برایشان سپاریده باشیم. برای سهم ارزنده و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های فرهنگی بخشیده به روز بین الخلقی محافظت بچه‌ها قدر کرده می شود. بگدیر و مهربان افتخارنامه با یک دیسک چونیبک مومینوف، تاشمت و فرزینه. من قرصک شما نمیبینم عزیزا. تاشمت و عزیزه خان، اسمان و مخلصه خان، عبدالعزیز زاده عزیزه، عبدالنظر و فرزانه، رازیق و مهرنگز، غنی و نازنین، صبردین زاده سومن، بگدیر و نصیبه، جورای و منظوره خان، بولتای و آزاده خان، ظریف و صاحبه خان، احمد و سیده خان، نورمت و گلشن خان، ارکای و زمیره خان و به تهیه‌گری برنامه‌های رقصی استاد انسامبل رقصی زمرد که امروز انسامبل خرد زمرد در حضور شما برآمد کردند و اسام الدین و زهرا خان. و راوی ها برنده های جشن امروزه محمد خان، سلامت باشید، مهران خان و محبوبه خان. من باری دیگر میخواهم هر یک شما را به عید بچه ها، به عید کودکان و نورسان مبارکباد گفته برای چونیبک صنعت بلند
قدم‌های بی‌باکانه و موفقیت‌ها و پرواز بلند را تمنا می‌کنیم با خرسک شما. عیدتان مبارک. در امان خدا باشید. با همین برنامه کنسرتی بخشیده به عید بچه‌ها و نخستین شو-کنسرتی جانبک مومینوف تحت عنوان آلوچه گولی بادام با آخر رسید. سربلند باشید.